آخر این ویدیو رو ببین. دوستی تعریف میکرد اوایل انقلاب که تلویزیون رنگی مد شده بود، داشتن یه تلویزیون رنگی برابری میکرد با داشتن بنز. منم با قرض و قله و وام یکی خریدم. چند ماه از اتمام گارانتیش نگذشته بود که سوخت. بردمش پیش یه تعمیرکار، گفت لامپ تصویرش سوخته و تقریبا هزینه تعمیرش برابری میکرد با قیمتش. دیدم مغروم به صرفه نیست، از تعمیرش منصرف شدم. یکی از دوستان گفت یه تعمیرکار هست که به جرم بهایی بودن مغازه و تعمیرگاهش رو بستن و تو خونه تعمیرات انجام میده. رفتم پیشش، گفت برو یه ساعت دیگه بیا. وقتی رفتم دیدم تلویزیون من روشنه. گفتم اوستا من به شما گفتم قبل از تعمیر هزینه رو بهم بگو. گفت مشکل خاصی نداشت، فیوزش سوخته بود. گفتم قیمت فیوز چقدره؟ گفت یه بسته فیوز 100 تایی 500 تومنه. حالا خودت حساب کن. پرسیدم ببخشید دوستا چرا نمیذارن شما آزادانه کار کنید؟ گفت چون بهایی‌ام. گفتم خب مجبور نیستید بگید بهایی هستید، بگید مسلمان شدید و اعتقاد خودتون رو هم حفظ کنید. گفت اگه میتونستم این کارو بکنم الان به تو نمیگفتم فیوز سوخته، میگفتم لامپ تصویرت سوخته. اگه براتون جالب بود این پست رو لایک کنید و به اشتراک بذارید.